خدا شکرت. شروع کنم؟ من سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. خیر و مقدم عرض میکنم. اومدین جلسه جدید، میخوایم براتون فرش قرمز پهن کنیم، بریم بیت کوین رو روی چارت با هم بررسی کنیم لایو، ببینیم الان کجاست، کدوم بیسا مهمن و واقعا بگیم تو آینده انتظار داریم بخوره به کدوم بیس بریزه. یه کوچولو مباحث رو مرور کنم باهاتون و بریم. بچه‌ها راجع به اوور اکستنشن صحبت کردم، گفتم آقا وقتی ما یک الگوی ادامه دهنده رو 3 بار بیشتر داریم بر روی چارت، به نظرمون قیمت دیگه اوور کرده بچه‌ها. یعنی حالا دوستانی که میدونن شنیدی میگن اوور زده یا مثلا دیگه اووردوز کرده، یعنی دیگه ببین دیگه فراتر از حد تحملش یه کاری رو انجام داده. حالا معمولا کارایی که انجام میدن. خب بنابراین ما اونجا انتظار داریم که قیمت برگرده. بحث سر همین بود دیگه، کی بچه‌ها روند ریورس میکنه. گفتیم آقا برای اینکه اینا رو متوجه شیم مثلا شما میتونید از ترند لاین استفاده کنید تا بفهمید که مثلا اوور اکستند کرد، یا مثلا شما میتونید ببینید که کانتینیوشن پترن رو بیشتر از 3 بار ادامه داده و واقع شده، اونجا متوجه میشین که اوور اکستند کرد. حالا چجوری پوزیشن میگیریم بچه‌ها؟ یک استراتژی رو بهتون میگم، یک بحثی رو راجبش آینده صحبت میکنیم. اونجا قشنگ ما میتونیم نقاط خیلی بهینه پیدا کنیم که مثلا بدونیم از اونجا روند برمیگرده و ریورس میکنه. به همین سادگی که دارم توضیح میدم، فقط نگاه میکنی به تایم فریم دیلی یا هر تایم فریم دیگه‌ای که نقاط عرضه و تقاضا توی اون اتفاق افتاده. یه کوچولو تایم فریم ما رو بردم بالاتر که ریسک سرمایه گذاری ها و ریسک تریدمون رو بیارم پایین. به خاطر همین کانتکست رو توی ویکلی و مانسلی نگاه میکنم، الان توی دیلی دارم میکشم. البته توی این جلسه میرم مثلا تا 1 ساعته هم براتون میکشم برای اینکه با هم دیگه یاد بگیریم و اتفاقا خیلی خوبه. تو آینده میبینیم واکنش‌ها بهش چجوریه. این خیلی هم آموزش رو براتون جذاب میکنه که ببینید پرکتیکال و عملیاتی داره چه اتفاقی میفته، همین که قشنگ ببینیم که آقا ممکنه به کدوم واکنش نشون نده استاپ میخوریم یا چجوری باید روش ترید میکردیم. اوکی، میگه بعدش که این کارو کردین تو تایم فریم دیلی تصمیم میگیرین که با کدوم روندش ترید بکنید. یعنی شما خطوط نواحی اسندی رو میکشین، سپلای اند دیمند رو میکشین، بعد چارت رو نگاه میکنید. خب شما کرو رو هم بلدید. بعد که نگاه کردیم نواحی عرضه و تقاضا رو توی دیلی، میخوایم تصمیم میگیریم که آقا میخوایم ریزشش رو بگیریم، صعودش رو بگیریم، چی رو باید بگیریم. خب با کرو این کارو میکنیم. بعد که بچه‌ها فهمیدیم کدوم دایرکشن، کدوم جهت توی اون تایم فریم غالبه، میریم تایم فریم های کوچیک‌تر نگاه کنید. میریم تو تایم فریم های کوچیک‌تر نواحی عرضه تقاضایی رو میکشیم که استرانگ دیپارچر دارن، یعنی خیلی قوی ازشون خارج شدن. تو اون نواحی فریزون ها رو پیدا میکنیم، یه دونه پوزیشن مینیموم 1/3 میگیریم. توی این جلسه توضیح میدم که آقا مثلا 1/1 رو باید بگیریم، 1/2 رو باید بگیریم، 1/3 رو باید بگیریم. اگه 1/2 رو باید بگیریم کجاها باید بگیریم؟ چون هر چقدر ببین من اینجوری نمیشه من $1 ریسک کنم $1 به دست بیارم که این خیلی ریسک فیری نیست، اصلا این حرکت درست نیست. مینیموم دیگه من $1 ریسک میکنم، اگه استاپم بخوره $1 هم بره باید $2 بگیرم. حالا این شرط داره، کاندیشن داره، بهتون میگم. ولی من نظرم اینه که شما وقتی اومدین اسندی یاد گرفتین دیگه با بچه‌ها مینیمم باید 1/3 رو بگیرید. حالا مثلا اینجا رو شما نگاه بکنید. من این نکته میخوام بگم خیلی خیلی مهمه بچه‌ها. ببینید ما الان توی دان ترندیم، ترند نزولیه. من میخوام به هم نشون بدین دراپ بیس، دراپ ها کجاست. ممکنه شماها بگید بچه از اینجا نگاه کنید، دراپ بیس دراپ ها رو به من بگید. یه نکته میخوام توی این اسلاید بگم، راستش خیلی فکر کردم چجوری بگم، چون واقعا یه چیزیه که شما محال ممکنه توی دفعه اول دقیقاً متوجه عرایض من بشین. یه چیز مفهومیه، بعداً جا میفته براتون، شاید 6 ماه دیگه. الان نمیخوام متوجهش بشیم، منتها مجبورم توی آموزش بگنجونمش، چون ممکنه دفعه 4م که ویدیوها رو میبینید، چون باید نگاه کنید اینا رو دیگه، هر دفعه یه نکته جدید متوجه میشید. دفعه 5م که ویدیوها رو میبینید ممکنه بگیرید چی عرض کردم خدمتتون. بچه‌ها قبول دارید اینا یه دراپه؟ یه سوال، قبول دارید این بیسه و این دراپه؟ میگم اون بیسی که اینجا کشیدی
یه ذره داستان داره. داستانش چیه بچه ها؟ ببینید توی کانتینیوشن پترنا، خب نامآور یه سری از قوانین وجود داره توی اسندی، درسته؟ میگم آره. یه سری چیزان فوتیه، کوزه‌گری، مثلا یه کسی که ترید کرده میدونه، یه کسی که این با اینا درگیر بوده میفهمتش، درسته؟ میگم آره. اونایی که به قول تو فوت کوزه‌گری سلیقه‌ایه، درسته؟ میگم بله. یعنی ممکنه یه آدمی بگه اینو من دراپ میگیرم، اینو بیس میگیرم، اینو من دراپ میگیرم. ممکنه نامآور بگه ببین قبول دارم یه اتفاق اینجا افتاده، شاید بتونی بهش بگی بیس، ولی من اصلا نه بیس میگیرم نه روش ترید میکنم. خیلی وقتا ممکنه مثلا الان جلوتر 4 تا من اینو بکشم بگم خورد ریخت دیگه، اصلا اینها خورد ریخت، ولی ببینید بچه‌ها یه دونه کندل داد، من الان نمیدونم بعدش چی شد، ولی من روی این نه اینو بیس میگیرم نه تریدش میکنم. چرا؟ ببینید وقت تو کانتینیوشن پترنا بچه، اینا فوتای کوزه‌گری که خودم تجربه کردم، میتواند درست باشد میتواند غلط باشد، من این تیپی دارم چارت رو میبینم. توی کانتینیوشن پترنا من وقتی مثلا یه دراپ میکنم بچه همیشه بیس رو اینجوری کشیدم، دیدین دیگه، همیشه من بیس سی پی آر رو اینجوری کشیدم، یعنی گفتم رالی بیس رالی. اینو نگاه کن، گفتم دراپ بیس دراپ، این نگاه کن. یعنی یک جاییه که بچه اصلا بیس قاعدتا یه جایی که قیمت اونجا وای میسه، تعادل، بالانس ایجاد میشه. این فوت کوزه‌گریشه، بالانس، تعادل. شما به من میگید که نابر اینجا یه تعادلی برقرار شده. بچه لطفاً این رو هر کس متوجه نشد اصلا سوال نپرسه راجبش، چون یه چیز مفهومیه. من هر چقدر دیگم به این شفافی بخوام توضیح بدم شما زمان میبره تا متوجه منظور من بشید. من میگم ببین قبول داری که این تا اینجا ریخت، از اینجا رفته بالا، ریخته رفته بالا، دوباره اومده اینجا رفته یه جوری بالا. بچه اون جوری که دلم میخواد ریب نزده، اون جوری که دلم میخواد سکته نزده. میگه یه نمونه به اون مثال نشون بده حرفتو بفهمیم. میگم بچه نگاه کنید، من اینجا قشنگ رفتم بالا، یک کندل، حالا یا 10 تا کندل یا 3 تا کندل، ریب زدم، دوباره رفتم بالا، دوباره اینجوری، دوباره رفتم بالا، دوباره اینجوری. خب اینو شاید مثلا الان تو همین عکس، خب شما اینو مثلا شاید بچه‌ها بگیرید بیس، قبول دارم اینجا قیمت خیلی بالا پایین شده، وقت کرده بالا پایین شده، ولی مثلا نگاه کنید بچه‌ها این خیلی بیس خوشگلیه، من رفتم اینجا تعادل ایجاد شده، مجددا ریختم، اوکی. من اینجا این اتفاق خیلی برام خوب نیفتاده، یه جوریه مثلا ببین با یه شیبی نذاشته توی یه ناحیه هی برم بالا پایین کنم، یه کوچولو اولا اینجوری کرده، بعد دوباره یه دفعه اومده بیرون، بعد دوباره اینجوری رفته. میبینینش بچه‌ها؟ ببینید کلو ببینید دیگه، فقط همین دوتا کندل سبز و قرمز رو که نبینید که. مثلا از اینجا نگاه کنید، اینجوری اومده بعد رفته اینجوری اومده. خب شما میگی که نامآور 7 و 8 مگه بیس به ما نمیده؟ میگم آها حالا دارم بهت میگم چی میخوام بگم. نگاه کن، یه موقع هست شما اینو اینطور میبینی، میگی دراپ بیس مثلا، که این بیس میتونه بازم خیلی میدونی یه جوریه دوستش ندارم واقعا. این لگین خوبی داشته، حالا بچه اصلا بگی یه بیس اینجاست، یه رالی داشته، حالا شما بگی رالیش هم خوب نیست، قبول، ولی قبول داره یه 7 که تشکیل شده، 7 تشکیل میشه یعنی بیس. شما باید بگی یه 8 تشکیل شده، میگم اوکی تو داری حرف از 7 و 8 میزنی. من همین 2-3 دقیقه پیش گفتم تو کانتینیوشن پترنا، یعنی وقتایی که من میریزم توقع یه همچین چیزی رو دارم که بریزم. بچه درسته اینو میتونم از اینجا بگیرم، این چه بیسیه خدایی، اصلا این بیس خوبی نیست که من بتونم روش ترید کنم. بعد ببین اومده دوباره برمیگرده تو، دوباره میشکنه، دوباره برمیگرده تو. اینو نمیتونم من بیس بگیرم. تهش اینو میخوام بهتون بگم، توی کانتینیوشن پترنا اینو میتونم یه دراپ، اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، یه دراپ، یه بیس، یه رالی بگیرم.
اوکی، لگین و لگاتش هم کار ندارم خوبه یا نه ها، فقط میخوایم بیس خوب بوده با هم الان تشخیص بدیم. لگین و لگات هم باید خوب بشه تا بیس خوب باشه، ولی اصلا خود بیس رو بیام تشخیص بدیم. قبول داری اینجا خیلی درجا زدیم؟ نگاه کن بچه‌ها. حالا من اینو به چجوری براتون بکشم؟ اینو مثلا من اینجوری براتون بکشم. ببین چقدر حالا شاید شما بگید ناور خب اینجوری بیس رو بگیر اول از اینجا تا اینجا، خب بعد بیاین بیس رو کوچولوش کن. میگم آها، پس بعد بریم تو تایم فریم خودش. این بیسه تو یه تایم فریم دیگه ای احتمالاً یه دونه رالی بیس دراپ تشکیل میده که من این بیس رو میتونم بگیرم که آقا این حالا چیزیه که توی آینده بهش واکنش میدم و این بیس رالی بیس دراپه، نه بیس دراپ بیس رالی. شاید شما بگی که یه بار دیگه تکرار کنیم متوجه میشیم. میگم بچه‌ها تو دنبال یه بیس میگردی، تو آینده بهش برگردیم، درسته؟ من میگم این دراپ، این بیس، این دراپ، این خیلی بیس خوبی نیست. چرا؟ چون خیلی قیمت رو نمیبینم اینجا درجه زده باشه، یه پایین میزنه یه بالا میزنه. ببین خیلی توی یه ناحیه خوشگل نیست. اوکی، به خاطر این شاید سخت انتقالش که چشمیه و تجربیه. شما الان متوجهش نمیشین، آینده متوجهش میشین. شما به من بگید الان این یه دراپه، این یه دراپه، این یه بیسه، این یه دراپه، درسته؟ این بیس خوبی نیست بچه ها. این چه بیسیه که اومده اینجوری رفته بالا دوباره اومده؟ بیس این تایم فریم نیست. شما میگین آور یه بیس خوب به ما بگو. میگم رالی بیس دراپ. میگی بیس رو چرا فقط اون شادوی بالا گرفتی؟ میگم آقا جون من اینجا فکر میکنم این منطقی تره، چون برم تو تایم پایین راستش بیس اونه، ولی همینجوری چشی من میخوام الان اونو بگیرم. من 3 تا روش گفتم دیگه. من اینجا دوست دارم اینو بگیرم، با این حس بهتری دارم. اوکی، شما ممکنه این دوتا کندل رو بخوای یکیش کنی. میگم ببین باز قیمت اونجوری که دلم میخواسته اینجا رنج نزده، این ریخته، کلی پوزیشن رو اینجا بستن رفته بالا، دوباره کلی پوزیشن گرفتن اومده پایین. قیمت اینجا رنج نزده خیلی از نظر من. حالا دیگه امیدوارم تونسته باشم مطلب برسونم. اگه بخوام بگم آقا توی سی پی ها بیس خوب و چی میگیری، میگم این میره بالا، قیمت یه جا درجا میزنه، حالا یه کندل یا 3 تا کندل یه جاست، یه خط صافه، اوکی، یه ناحیه صافه، هی بالا پایین یه جوری شیبدار نیست. اونا بستن پوزیشن داره ایجادش میکنه، اینو عدم تصمیم گیری داره ایجادش میکنه. تو باید اینو بتونی تشخیص بدی. الان نه، 6 ماه دیگه آره. شما باید بیس رو که میکشین بگید ببین این بیسه در نتیجه عدم تصمیم گیری داره اتفاق میفته، این بیس رو میخوام. چون من میخوام بخرم، تو من میخوام بخرم نمیخرم، تو میفروشی، تو میخوای بخری نمیخری، یه دفعه یکی اسمارت مانی میاد پول میبره بالا، من تو میگم ما جا موندیم، میشه دوباره برگردیم ما هم بخریم بریم بالا. ولی یه سری بیسایی هست شما داری سیو سود میکنی، منم دارم میخرم، قطعاً مقدار عرضه شما زیادتر، قیمت میاد پایینتر، منم خیلی زیاد یه دفعه میخرم، قیمت میره بالاتر. این ناشی از عدم تصمیم گیری من و تو نبود. ما تکلیفمون معلوم بود راستش. شما پر فروشنده، من پر خریدار. این یه نوسان ایجاد کرد که میشه این. اما اینجا ببین ما واقعا درست خرید و فروش میکردیم با هم، ولی یه بلنسی داشتیم راستش، تکون نمیخوردیم، نمیدونستیم کدوممون پرزورتریم. این اومد گفت خریدارا پرزورترن و ما گفتیم آقا تو رو خدا قیمت میشه برگرده به اینجا ما دوباره بخریم. اینم میگفت. حالا شاید شما بگین آقا پس چرا به این برنگشتیم؟ میگم خب برنگشتیم بخاطر اینکه 1000 تا دلیل. اولا که قرار نیست همه بیسا کار بکنه، استاپ میخوریم. دوما که مثلا اگه من الان دارم اینجا کرو رو میکشم، احساس نمیکنی که تو نواحی بالای کروم تایم فریم هم دیلیه، احساس نمیکنی بالام. یا شما مثلا ممکنه بگی نه اینجا قبول داری مثلا اینو بچه یه بیس خوبی من نمیدونم، رالی بیس رالی، من اینو یه بیس خوبی نمیدونم چون خیلی قیمت احساس میکنم اینجا اگه برم تایم پایینتر شاید یه بیس خوب اینجا پیدا کنم، ولی توی این تایم فریم خیلی بیس باحالی رو نمیبینمش.
حالا در هر صورت اصلا فکر کن بهترین بیس دنیاست. اینجا شما میگی ناور مثلا این باید برمیگشت به این نگهش میداشت. میگم آقا کانتکست رو نگاه کن، شما دیگه کرو رو ببین، ما نواحی بالاشیم، بالا کی لاین میکنه؟ بالا همه دنبال شورتن. حالا کار نداریم، امیدوارم که این نکته رو متوجه شده باشین که بچه‌ها 1 2 تا 3 تا دیگه قیمت اوور اکستند شد. این همه توضیحاتی که دادم به اوور اکستند ربط نداشت، می‌خواستم یه فوت کوزه‌گری بهتون بگم. خیلی وقتا استاپتون سر همین قضیه خواهد خورد تو آینده و اینا رو باید تفکر کنید راجبش تا بتونید متوجه بشین که قصه چی است. مجدداً بچه‌ها من مثلا اینجا دارم یه دونه دراپ، شما فکر کن بیس میبینم، دوباره دراپ، شما فکر کن بیس میبینم، یه دراپ، شما فکر کن بیس میبینم، یه دراپ. بعد از این حالا این بیس ها هم باز از اونها هست که میگم سی پی ها یه ذره داستان داره و ترید کردن روی سی پی ها میتونه یه ذره برای شما ریسک و کلا داشته باشه، ولی در هر صورت اینم اگه بخوام بگیرم میگم برگشته بالا اومده پایین خیلی خوب نیست، مگر اینکه بیس رو فقط این بگیرم، فقط این بگیرم، فقط این بگیرم که این خودتون میدونید دیگه چجوری کوچولو میکنیم یه بیس رو، میبریمش توی تایم فریم های کوچکتر، یه کوچولون بالا پیدا میکنیم. بعدها من به شما وقتی دیسیژن کندل رو بگم بهتر متوجه خواهید شد و همیشه شما میدونید توی هر بیس یه بیسی هست. فقط میخوام بگم که این بیس کلی این نیست، اینجا خیلی این بیس باحال نیست، ولی شاید این بیس بتونه بیس باحالی باشه، شاید این بیس بتونه بیس بخش دومی رو پاک کنم، شاید این بیس بتونه بیس خوبی باشه یا این بیس بتونه بیس خوبی باشه. کل این یه بیس خوب نیست. حالا در هر صورت اصلا بحث ما این بود که آقا 3 تا سی پی ببینی احتمالاً قیمت اوور اکستند میکنه. اینم نکته‌ای که جلسه قبل درس دادم دیگه، بعد از اینکه یه خط روندی میشکند ما نمیتونیم قطعاً بگیم قیمت برگشته تا وقتی که حداقل 1 یا 2 تا یا این اصل کاری رو بیاد کلیر بکنه و ما بعد بگیم آقا روند برگشته. الان اینجا میبینید خط روند شکسته، 3 تا سی پی هم مثلا زده و ما رفتیم توی یک ناحیه رنج خیلی سنگینی و من و شما دیگه میدونیم آقا این میخواد روند رو برگردونه. مگه خط روند نشکسته؟ مگه خط روند نشکسته؟ این اومده بالاتر. آیا اومده اولین ناحیه رو کلیر کنه؟ تازه اینم ناحیه اصلی من حساب نمیشه، راستش ناحیه من اینه. تو 4 ساعته داریم بررسی میکنیم. حالا شما میتونید مثلا بری ببینید تو 1 ساعته اگر فرضاً اینا کلیر شده بود بازم حالا میتونستم میدونی یه کوچولو باد همراهشم برای لاین کردنش، ولی همچنان میبینی که اتفاقی نیفتاده چون نواحی قبلی کلیر نشده. حالا دوباره شما میگی مگه این خط روند اکستند نشده؟ اینجا مگه نشکسته؟ میگم مگه اومده این سقف رو کلیر کرده؟ این که تا اینجا اومده نیومده اینو کلیر کنه. حالا اینجا این اومده کلیر کرده، اینجا به این بیسا داره واکنش نشون میده، تو آینده احتمالاً میتونه بره بالا. یه اسمایی ممکنه بشنوین، ایمپالس و کارکشن. ما 2 جور حرکت داریم وقتی میخوایم بچه‌ها کلا بفهمیم که بازار چجوری داره ترند میکنه. بازار همیشه یا در حال ایمپالس یا در حال کارکشن، یا داره موج ایمپالس میسازه یا داره موج کارکشن میسازه. اصلا الیوت چیه؟ میگه یه دونه میریم بالا، یه دونه میایم پایین، 2 تا میریم، این میشه 2، سومین موج که میریم بالا، 4می اصلاح میکنیم و 5مین موج میایم پایین. اوکی، به این حرکاتی که در جهت روند اصلی داره اتفاق میفته به میگیم حرکات ایمپالسی، و به حرکاتی که داره در خلاف جهتشه که اسمش روشه دیگه کارکشن. حالا هر تایم فریمی بچه‌ها ترند خودشو داره. ما راجبش صحبت کردیم، به خاطر همینم از مالتیپل تایم فریم و از بالا به پایین میایم تا تصمیم بگیریم کدوم دایرکشن و کدوم جهت رو ترید کنیم. The bigger time frame, the higher its reliability. میگه هر چقدر که تایم فریممون بالاتر باشه
اتکامون بهش بیشتره. میگه یعنی تایم فریم های بالاتر معتبرترن. قبلا گفتیم. حالا این دوتا اسمم گفتم بچه‌ها بشنوید، مثلا بعدن اگه گفتم این حرکت ایمپالسیو این یکی کارکشنه خیلی تعجب نکنید. بریم ببینیم بچه‌ها این نواحی چه اعتباری داشتن، یه کوچولو با هم دیگه مرور کنیم و بریم روی چارت. تنها دلیلی که قیمت تو بازار حرکت میکنه چیه؟ عرضه و تقاضاست و این عدم تعادل بزرگتر، حرکت بزرگتر. چرا تو تایم فریم هفتگی میگیم اگه برگرده از یک ناحیه عرضه احتمالاً تا ناحیه تقاضای هفتگی میاد؟ بخاطر اینکه عدم تعادل در تایم بزرگتر تاثیر زیادتری میذاره. دیلی و اینا جلوشو نمیتونن احتمالاً بگیرن. هر چقدر زمان بره احتمال بالا میرسه به سطح حمایتی یا تقاضای خودش تو تایم فریم خودش. وقتی که قیمت با یک حرکت قوی از ناحیه خارج میشه، نشون میده که تمامی ناحیه اوردرهای اون ناحیه پر نشدن. همین یه 2-3 دقیقه قبل بهتون گفتم من و شما تو عدم تعادل هستیم توی ناحیه. یه دفعه یک اسمارت مانی میاد، پول اسمارت مانی میاد پشتش قیمت رو میبره بالا، من و شما سرمون بی کلا میمونه، یا خیلی از سازمان ها و شرکت سرمایه‌گذاری سرشون بی کلا میمونه، برمیگردونن اونجا، یا خود اون اسمارت مانی برمیگرده دوباره به حجمش اضافه میکنه و برمیگرده بالا. بنابراین یه مقدار خیلی زیادی اونجا اوردر مونده که فیل نشده و به خاطر همین ما برگشته به بیس ها رو ترید میکنیم. مگه نه خواسته بگم که مثلا چرا برگشته به بیس رو ترید میکنیم؟ چون اوردر اونجا مونده دیگه. بهترین شانس برای معامله کیه؟ این که ما جایی بخریم که اسمارت مانی میخره و جایی بفروشیم که خریدارای خرد میخرن، بی تجربه ها میخرن. کجا میخرن؟ سقفا. اصلا خوراک خریدارای خرد اینه که رو سقف میخرن. ما اونجا بهترین جای فروشمونه. پایین ترین نقطه بخریم، بالاترین نقطه که اسمارت مانی داره بازار رو دستکاری میکنه، مارکت میکر داره بازار رو دستکاری میکنه که قیمت بره بالا، سر اونا بیکلا بمونه، اون بالا بخرن یه دفعه سرشون بیکلا بمونه و بریزه، یعنی ضرر کنن و بریزه. ما اونجا باید با اینا بفروشیم. این بهترین حالاتشه. راجع به چیزایی که تا الان با هم صحبت کردیم. بیس ها چندین فاکتور مهم داشتن. خروج از بیس خیلی قدرتمنده. من گفتم لگین خوب، لگات خوب. خیلی روش ها وجود داره، روشایی که حالا من توی این دوره راجبشون صحبت نمی کنم و دوره های خیلی حرفه‌ای که وجود داره اینا دیگه راجب لگین صحبت نمی کنم. میگیم رنج لگات. پس دیپارچر برامون مهمتره، لگات برامون مهمتره. این خیلی برامون مهمه. مقدار سود، این که بچه‌ها شما بیاید هر ریسکی رو انجام بدین خیلی منطقی نیست. من قبلا صحبت کردم. اول اینکه ما قبول دارید اینجا ریختیم، اینو با این شکل براتون توضیح بدم. بچه‌ها اول شکل سمت چپ رو نگاه کنید. اوکی؟ قبول دارید ما اینجا ریختیم، اینجا یه بیسی تشکیل دادیم، یه بیسی اینجاست. خب بعد دوباره رفتیم بالا، اینجا هم یه بیسی تشکیل دادیم. اوکی؟ دوباره میریزیم. ما اینجا میخوایم لانگش کنیم، میایم رو نقطه، رو خط در حقیقت پراکسیمال، خیلی بد خط نیستم اما سری دارم می‌نویسم، رو پراکسیمال لانگش میکنیم تا کجا؟ تا پراکسیمال بیس بالایی. خب اینجا ما میایم توی تایم فریم داریم پوزیشن میگیریم دیگه، یعنی اینا با هم میخونه. ما زیر بیس استاپمون رو میذاریم، زیر دیستال استاپمون رو میذاریم و روی پراکسیمال بیس بالایی هم تیپیمون رو میذاریم. اوکی؟ حالا این یه ریسک به ریوارد به ما میده. اگه یک ریسک میکنی 3 ریوارد میگیری. مینیمم کاریه که ما داریم توی این روش انجام میدیم، بخاطر اینکه این روش از آر به آرای خوبی برخورداره. کلا اصلا ما بخاطر همین اومدیم اسندی که اون نقاطی که خیلی خیلی خوبه، مثلا 0.1-2 استاپ بخوریم ولی اگه تیپی میخوریم بتونیم 1% بگیریم، یا 0.5% استاپ بخوریم ولی اگه تیپی میگیریم واقعا بتونیم 3% تیپی بگیریم، بتونیم 2% تیپی بگیریم، نه که مثلا 0.7 تیپی بگیریم برای 0.5% ریسکی. اصلا منطقی نیست. خب میگه که 1/2 هم بگیری بدی نیست، که تو خیلی از روش ها 1/2 خیلی خوبه. بچه اگه شما 1/2 بگیرین میدونین 60% مواقع اگه استاپ بخورید بازم حساب بالاست. یعنی هر 10 تا 4 تاشو فقط تیپی بخور، منتها 4 تا 2 تا تیپی میشه 8 تا تیپی، 6 تا استاپ که میخوری، 6 تا یه دونه استاپ که میخوری میشه 6 تا استاپ، بازم 2 تا حساب بالاست. 8 منهای 6 میشه 2. $2 استاپ، $2 تیپی میخوری در ازای اینکه $1 استاپ بخوری. اگه 6 تا معاملت استاپ بخوره $6 میدی میره.
4 تا معامله $2 $8 گیرت میاد، $2 بالایی. خب حالا 1/2 گرفتن هم پس خیلی بد نیست، منتها 1/2 بخوای توی این روش بگیری باید جاهای خاص بگیری. میگه بابا ریسک نکن اصلا برای 1/2. اگه دیگه دیدی که خیلی جای خوبیه یا مثلا رو قله‌ایم، رو کفیم، کرو داره خیلی به تایید میده، همه چی خیلی حالش خوبه، بگیر. البته من به این بعدی که توضیح دادم منظورم راجع به 1/2 نیست، 1/2 ها رو هم بگیرید. من فقط میخوام بهتون مایندست درست بدم که ببین زیر 1/2 رو دیگه اصلا نباید بگیری. چی من این خطش میذارم اینجا، خودش هم خطش زده، اصلا زیر 1/2 گرفتن منطقی نیست. تازگی ناحیه رو گفتیم خوبه، تعداد پول بک ها رو گفتیم خوبه بچا کمتر باشه، یعنی مثلا گفتیم که شما فرست تایم بک رو بگیرین، گفتیم دیگه ماکسیموم تو تی بی رو بگیرین، بیشترش رو نگیرید مگر اینکه تایم فریم خیلی بزرگ باشه و ستاپ معاملاتی خوب ببینید، تریگر ورود خوب ببینید. راجع به تریگر هم گپ میزنم باهاتون روی چارت. گفتیم بچا مقدار زمانی که طول میکشه اگه بیشتر از 6 تا کندل بودیم مال یه تایم فریم بالاتره. گفتیم بیگ پیکچر رو نگاه کنید، تایم فریم بالاتر رو نگاه کنید ببینید چی داره بهتون میگه، کرو رو بدونید. رسیدن قیمت به یه سطح بچه‌ها خیلی مهمه، اما من همینجا دوست دارم که بریم روی چارت تا بعدها بخوایم راجع به اینا صحبت کنیم. دیگه من فکر می‌کنم خیلی هم مباحث رو گفتم. بریم روی چارت راجع به لایو بیت کوین یه گپی با هم بزنیم.